سلام بچه ها، امروز داریم پارت دوم مسیر قهرمانی رو ضبطش میکنیم. ساعت 6:45 6:45 بکنیم. لطیفی پایین نمیاد. خب پارت دوم امروز شروع میکنیم و سلام چطوری داشت؟ رو ضبطی چه خبر؟ خوبی؟ بچه ها امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز چندمه؟ 24 فکر میکنم. پارت دوم مسیر قهرمانی رو داریم ضبط میکنیم با میلاد. بریم هوازی یه سری حرکات شکم. امروز حرکات شکم جدید واسهتون میگیرم میذارم، امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم به تک. خب دوستان یه موضوعی رو من اصلاح کنم. امروز 18 من خیلی جالم شیر چک کردم دیدم که 18 صورتی امروز پوشیدیم برند تورتل. در مورد برند تورتل ما خیلی صحبت میکنیم حتما. خب بچه ها امروز ما میریم که حرکات شکم رو بزنیم، شکم و پهلو. سعی میکنم از حرکتام بیشتر ویدیو بذارم که به درتون بخوره، آموزشی هم باشه. فقط چون هر روز ما فقط میریم یه روز در میون ما میریم هوازی میزنیم و یه سری حرکات شکم. اون حرکات شکم رو متنوع میزنم، سیستم هوازی زدنمو تغییر میدم که بدونید چند مدل هوازی میشه صبح زد یا چند مدل حرکت شکم واسه کدوم قسمت‌های شکم میشه زد. همین دیگه. امیدوارم که خوشتون بیاد. اون بچه‌ها رسیدیم باشگاه. تابلوی باشگاه که همچنان باشید درخته. میشه از آسانسور هم رفت ولی خب من راه پیدا می‌کنم. داده شکر تیم ملی. اینجا خونه خود آدم نمیشه. خب بریم هوازی رو شروع کنیم. امروز من میخوام یکم تردمیل بزنم و دوچرخه. حالا در ادامه با هم دیگه است. میلاد در رو ببند زحمتی. بعد این قفل بالایی رو هم بزن. صبح شیفت بانوان هم داریم. ما قبل از شیفت بانوان میریم سرزده وارد باشگاه نشه، سورپرایز بشه. اول تردمیل میزنم یکم، بعدش میرم دوچرخه اسوینگ. خب تردمیل ما به صورت اینتروال میزنیم. 2 دقیقه راه رفتن معمولی، 2 دقیقه هم دو نرم. ضربان قلب بالا نگه میداریم. تقریبا 20 دقیقه من این مدل هوازی رو میزنم، بعدش هم از دوچرخه استفاده میکنم. حالا قدم پله پله بهتون میگم چجوری. خب بچه 16 دقیقه من اینتروال زدم، 2 دقیقه با سرعت 3 قدم زدم، 2 دقیقه هم با سرعت 5. 2 که نمیشه گفت ولی راه رفتن تند. خب این باعث میشه که ضربان قلبت بالا نگه داشته بشه
و متابولیسم بالا باشه. این یه ترفند هوازی زدنه، یه تکنیک هوازی زدن که بهتر میتونه به چربی سوزی کمک کنه. خب بچه ها، من یه 4 دقیقه دیگه تردمیلم تمام میشه، میریم سمت دوچرخه. باز سیستم دوچرخه زدن واسهتون یه توضیح میدم. خب دوستان، متاسفانه ما خوشبختانه جومون گرفت، جو ما رو گرفت. 20 دقیقه همون شد 30 دقیقه هوازی اینتروال. خب تردمیل رو تموم میکنیم. خب یه توضیح در مورد دوچرخه بدم. من این هوازی با دوچرخه رو من اینجوری میزنم که زین دوچرخه رو کاملا میارم پایین، میارمش پایین که وقتی رکاب میزنم این قسمت پام بخوره تو شکمم، بعد به این صورت هم خم میشم که هم بتونم شکممو کنترل کنم، هم ضرباتی که با رکاب زدن میزنم به شکمم خب تاثیر داره. هوازی اسپینینگ یا دوچرخه رو من به این صورت میزنم. خیلی ازش جواب گرفتیم واسه زیر شکم، کات خیلی خوب میده به زیر شکم، مثلا چربی سوزی بهتری داره. بریم این هوازی رو هم کامل کنیم و بعدش بریم سراغ حرکات شکم. خب بچه ها، تقریبا 15 دقیقه شده که من دوچرخه میزنم و همون صورتی که گفتم. جمعاً میشه 45 دقیقه هوازی امروزمون، 30 دقیقه تردمیل اینتروال و 15 دقیقه دوچرخه و همین صورتی که بهتون گفتم. حتما امتحان کنین، خیلی جواب خوبی میگیرین. همین دیگه، بریم ادامه تمرینمون داشته باشیم با حرکات شکم. خب اولین حرکت رو ما زیر شکم میز تخت میزنیم واسه قسمت پایین شکم. من بیشتر حرکات زیر شکم رو انتخاب میکنم چون قسمت بالای شکم به نسبت قوی تر هستش تا قسمت زیر شکم. بریم حرکت رو داشته باشیم. خب کمر لبه نیمکت کاملا دراز میکشیم با صاف به صورت 90 درجه. خب این حرکت رو من سوپرش میکنم با زیر شکم کشویی به این صورت. خب این از حرکت اولمونه، همونجوری گفتم واسه قسمت زیر شکم هستش. بریم حرکت بعدی. خب حرکت دوم حرکت وودچاپ هستش واسه این قسمت پهلو. حالا آموزش حرکت داشته باشیم. ما توی یه خط با کراس پا رو باز میکنیم، لگن کاملا ثابت. وودچاپ رو میشه با دستگیری تک کراس هم زد به این شکل، ولی خب چون اسم حرکت وودچاپ یا همون تبرزنی هستش
مثل همون تبر میگیری بشه به این صورت. یه تک تناب وصل کنیم به این صورت، دستا صاف. کمرم کاملا رو به جلو ثابت، بالاتر هم هستش که میچرخه. بریم ما اجرای این حرکت داشته باشیم به این صورت. کمر کاملا ثابت هستش. این کاب بالا تنه رو میکشه و شما کاب رو به سمت پایین میکشه. فشار اینجوری به عضله میاد. حالا برای این قسمت پهلو نکته این حرکت ثابت بودن کمر هستش. اگه کمر هم اینجوری بچرخه فشار قسمت پهلو نمیاد. این از حرکت دوم شکم ما هستش که دوباره میگم اسمش وودچاپ یا تبرزنی هستش. بریم حرکت بعدی. خب دوستان میریم واسه سومین حرکت. ما زیر شکم رو زدیم، چون من یه ذره پایین شکم ضعف داره حرکتش رو سوپر زدم، خلبانی زدم و روی میز تخت با کشویی سوپر کردم و واسه پهلوان حرکت وودچاپ انتخاب کردم امروز. واسه قسمت بالای شکمم پک‌های بالای شکمم یه ذره بولتره، بیرون اومده تر. از حرکت‌های کرانچ نیمه نمیخوام خیلی کم استفاده میکنم، به جاش سیمکش استفاده میکنم که بتونم فرم بهتری بهش بدم. نمیخوام حجم بگیره، بیرون اومده تر بشه، بولتر بشه. فقط یه فرم کمی بریم. حرکت کرانچ سیمکش رو میزنم با تناب. به این صورت کمرمون تکیه میدیم به دستگاه کراس، زانو یه ذره خم صاف نمیشه، یه ذره خم. سیم رو روی دوشمون فیکس میکنیم و به این صورت. این حرکت میشه نشسته زد، همینجوری معکوس، پشت به دستگاه، رو به دستگاه، فرقی نمیکنه. من اینجوری راحت‌ترم چون کمرم تکیه داده میشه و استیبل تر. حالا بعضی هم اینجوری میزننش. یه استپ میزنم و حرکت رو روی زانو میزنم. همشون یه فشار داره، فقط تنوعشون توی اینه که یکی ایستاده راحت‌تره، یکی نشسته راحت‌تره، فشارش متفاوت نیست. واسه قسمت بالای شکم هستش. اینم از این حرکت. آخرین حرکت شکممون هستش. تمرین امروزمون هم که تموم شد. حوازی تربیل رو زدیم اینتروال و دوچرخه به همون صورتی که بهتون گفتم. حرکت شکم واسه از زیر شکم شروع کردیم، پهلو و بالای شکم. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره، به درتون بخوره. ببخشید که با امکانات کم فقط با یه گوشی من دارم این ویدیو رو میگیرم. از این به بعد بتونم با ویدیوهای با کیفیت تری بگیرم، با تنوع حرکتی های بیشتر. فعلا شروع کردیم، میریم جلو ببینیم که چی میشه. خیلی مخلصم. حالا ادامه خروج از باشگاه
واسهتون میگیریم. خیلی مخلصیم. خب دوستان تمرین ما هم تموم شد، تقریبا ساعت 8:05. یه ذره درصد چربیم بیاد پایین تا خیلی بهتر میشه. خب این مسیر رو با هم دیگه هستیم. من هر روزی که بیام هوازی رو واسهتون ویدیو میگیرم میذارم. ببخشید بازم عذرخواهی میکنم، ببخشید که کیفیت ویدیو پایینه یا صداش ضعیفه یا اصلا هر عیب و ایرادی که داره. خب همینجوری که یهویی روز اولی که اومدم باشگاه گفتم که حرکت‌ها رو هوازی رو ویدیو بگیرم و داخل یوتیوب باتون به اشتراک بذارم. شاید به درتون بخوره، دوست داشته باشیم بدونین که من چجوری هوازی میزنم، چجوری حرکات شکم میزنم. بریم جلوتر از وعده‌های غذاییم، از مکملایی که مصرف میکنم، تمرین وزنه عصرم. حتما واسهتون ویدیوهای بهتر و با کیفیتی میذارم که شاید بیشتر به درتون بخوره. این مسیر رو با هم دیگه هستیم، میریم جلو تا اولین مسابقه. خیلی مخلصیم. بریم ادامه روزمون رو داشته باشیم. عشق من.